سلام وای برگام. سلام بچه‌ها، چه خبره؟ امروز با یه موضوع حساس و در عین حال مهم در خدمتتون هستیم. چطور بفهمیم یه دختر ازمون خوشش اومده؟ بله، خیلیاتون دنبال این سوال بودید. ما هم اینجا هستیم که جوابتون رو بدیم. امروز چند تا نشونه بهتون میگم که اگه دیدین بدونین که وضعیت داره به نفع شما میچرخه. پس اگه دوست داری بدونی اون دختری که هر روز باهاش چش تو چشم میشید ازت خوشش اومده یا نه، با من بمون. بخش اول، نشونه های رفتاری. اول از همه بریم سراغ زبان بدن، یعنی همون چیزی که اگه حتی تو حرف ها کم بیاری بدن طرف لو میده. تماس چشمی طولانی. اگه دختری موقع صحبت کردن بهت زل زد، جوری که حس کردی یه وقتایی داره میره تو اعماق روح و روانت، خب این احتمالا یه نشون است. البته اگه نگاهش جوری بود که گم شده ای داره و تو چشمت داره دنبالش میگرده، بهتره زیاد امیدوار نباشی. لبخندهای ریز. اگه موقع صحبت کردن مرتب لبخند میزنه، مخصوصا اون لبخندهای ریز که انگار داره تو دلش میگه اوکی این یه چیزایی داره، این یه نشونه خیلی خوبه. ولی اگه از اون لبخندا بود که داره میگه وای چه بیچاره‌ای، خب شاید این از رو دلسوزیشه. بدنش به سمتت متمایل میشه. اگه دیدی موقع حرف زدن مثل یه گل آفتاب گردون که رو به خورشید میچرخه، اونم رو به تو خم شده، میتونی توی دلت یه فریاد موفقیت بزنی. ولی اگه خم شد که دستتو بگیره و بگه میشه در مورد این دوستت حرف بزنیم، خب بدون که اشتباه اومدی. بازی با مو یا لمس صورت. اگه دیدی مرتب موهاشو میپیچه دور انگشتش یا صورتشو لمس میکنه، این یه نشونه است. ولی اگه داشت دنبال جوشای صورتش میگشت، خب داستان فرق میکنه. بخش دوم، نشونه های گفتاری. خب حالا بریم سراغ حرف زدن. اگه دختری ازت خوشش بیاد، توی حرفاش هم اینو نشون میده. البته نه اینجوری که مستقیم بگه هی من از تو خوشم اومده، نه، اونا خیلی زرنگ‌تر از این حرفا. سوالای شخصی میپرسه. اگه یه دختر شروع کرد ازت در مورد علایق، زندگی شخصی و برنامه‌های آینده سوال کردن، به احتمال زیاد یه علاقه ای تو کاره. البته اگه سوال کرد تو دیگه کی میخوای بری، خب فکر کنم اون علاقه از نوع دیگه است. شوخی کردن. اگه داره باهات شوخی میکنه و سر به سرت میذاره، این یه نشونه خیلی خوبه. ولی اگه شوخی میکنه که تهش تو رو تبدیل به سوژه میکنه و همه میخندن، خب شاید علاقش از نوع خاصیه که فقط خود دخترها درکش میکنن. صدا زدن اسمت. وقتی ای اسمتو وسط حرفاش میگه، یعنی داره توجه تو به خودش جلب میکنه. ولی اگه یه وقت اسم فامیلیت هم گفت، بدون که باهات قرار کاری داره، نه احساسی. بخش سوم، شبکه‌های اجتماعی. نشونه های دیجیتالی. بریم تو فضای مجازی، جایی که خیلی چیزا رو لو میده. اگه دختری هم تو این فضا از تو خوشش اومد، رفتاراش فرق میکنه. لایک و کامنت. اگه هر پستی که میذاری رو لایک میکنه، چند وقت یه بار برات کامنت میذاره، بدون که چیزایی تو ذهنشه. ولی اگه این لایک و کامنت ها برا هم است، خب داستان فرق میکنه. پاسخ سریع به پیام ها. اگه به محض این که پیام دادی سریع جواب تو داد، یعنی خیلی مشتاقه. ولی اگه آخر پیام گفت راستی این پیام رو واسه همه فرستادم، خب زیاد جدی نگیر. فرستادن محتوای جالب. اگه برات ویدیو، عکس یا متن‌های جالبی میفرسته که میدونه تا از اون متن‌ها و تصاویر خوشت میاد، یعنی به فکرته. ولی اگه برات ویدیوهای آموزشی درباره روابط سالم میفرسته، شاید وقتشه که به نشونه ها جور دیگه نگاه کنی. خب رفقا، اینم از نشونه هایی که میتونین بفهمین یه دختر از شما خوشش اومده یا نه. البته همونطور که گفتم، هر دختر با یه دختر دیگه فرق میکنه، پس خیلی هم روی این نشونه ها حساب 100% باز نکنید. یادتون باشه که همیشه بهترین راه اینه که مستقیم و با احترام از احساساتتون صحبت کنید. اگه همین ویدیو به دردتون خورد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، وای برگام.